حسین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و همینطور از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از کابل با ما هستند. آقای حکمتیار، من امروز تلویزیون های داخل افغانستان رو نگاه میکردم، شما مکرر اعتراض خودتون رو بیان کردید. شما به چه معترض هستید؟ دلیل اصلی اعتراض شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات 1398 چند مشکل عمده داشت. دو تیم دولتی بود. از امکانات دولت استفاده سوی اعظمی داشتند. وزارت ها، ولایت ها، سفارت ها، ریاست ها، حتی زمین را به قسم رشوت دادند و از امکانات دولتی استفاده سو کردند. پست‌های مهم دولتی را به قسم رشوت دادند. ما در حال وارد انتخابات شدیم که رقبای ما از تمامی تسهیلات برخوردار بود و ما از او محروم. آقای حکمتیار، این اعتراضات رو شما در جریان مبارزات انتخاباتی هم بیان کردید. این اعتراضات رو در جریان مبارزات بیان کردید. امروز مشخصا اعتراض شما به چیه؟ عرض کنم که ما از کمپین انتخاباتی خود و دستاوردهایی که داری داشتیم کاملا راضی و خرسندیم. از 127 اجتماعی که کاندیدای مختلف داشتند در حدود 50 مربوط به تیم ما بود. اجتماعات ما بزرگتر، پرشکوه‌تر، نظمتر از همه کاندیدا بود. از این ناحیه ما کاملا از نتایج و دستاوردهای کمپین انتخاباتی خود راضی هستیم. اگر تقلب گسترده منتج به تغییر شمارش آرا و نتایجش نشان خواهیم بود. با توجه به کمپین ما و مشارکت وسیع مردم، دو تیمی مطرح و ما پیشنهاد کردن در آخرین ساعت قبل از شروع انتخابات که از 35 تا 45% پست‌های دولت را به شما می‌سپاریم، به شمول ریاست اجرایی و به شمول ریاست شورای عالی دولت که عالی‌ترین مقام تصمیم گیری در دولت آینده خواهد بود. آقای حکمتیار، به نکته جالبی اشاره کردید، ما در این باره نشنیدیم. از تیم رئیس جمهوری افغانستان چه کسی با شما تماس گرفت؟ آیا خود ایشون چه پیشنهادی به شما کردن یا آقای عبدالله؟ هر دو تیم پیشنهادهای شبیه به این داشت با کمی تفاوت. آقای حکمتیار، وقتی در مورد تیم حرف میزنیم، اینها تیم‌های این افراد تیم‌های بزرگی هستند، افراد متعددی ممکنه صحبت کرده باشند. مشخصاً آیا فردی رو میتونید اسم ببرید که فلان شخص از طرف اشرف غنی یا از طرف آقای عبدالله چه این پیشنهادات رو با شما در میون گذاشتن؟ از طرف هر دو مستقیما خودشانم و هیئت‌های با صلاحیتشانم. نه تنها پیشنهاد شفاهی بلکه تحریری هم که اسنادش ما در اختیار داریم. من بازم عرض میکنم ریاست شورای عالی دولت که یکی از پیشنهادات ما بوده در ابتدای انتخابات که عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در دولت آینده خواهد بود. ریاست اجرایی که در اون صورت 35% دولت، بدون ریاست اجرایی حتی تا 45%. این پیشنهاداتی بود که با ما صورت گرفته ولی ما نپذیرفتیم به دلیل از اینکه از یک طرف اینا قابل اعتماد نیستند و از سوی دیگری سمعه خوب در بین مردم ندارند. بسیار خوب. و حیثیت حزب صدمه میزد. به این خاطر ما از پذیرفتن پیشنهادات اینا خودداری کردیم. اگر برگردیم به موضوع آنچه که امروز اتفاق افتاده، اگر برگردیم به موضوع امروز، شما مطمئن نیستید که تقلبی صورت گرفته باشه؟ گفتید که اگر تقلبی صورت گرفته باشه اعتراض میکنید، درسته؟
تقلب صورت گرفته، خیلی شرم‌آور، بدترین تقلب بیش از همه انتخابات گذشته. گفتیم اگر با وجود همه، با وجود تقلب گسترده، اگر در اعلان نتایج دستبرد صورت نگیرد و نتایج کاذبانه و دروغین از بیرون کشیده نشود، باور داریم که ما برنده انتخابات خواهیم بود. در این صورت میگیم که قضیه میره به تشدید بحران، هیچ طرف هم نتایج انتخابات نخواهد پذیرفت. تقلب در این صورت، یعنی فقط اگر شما به عنوان رئیس جمهور اعلام نشید، حرف شما این است که تقلب صورت گرفته و کشور به سوی بحران میره. نه هرگز نه. گفتیم اگر نتایج واقعی اعلان نشود، اگر نتایج واقعی اعلان نشود، هیچ طرف هم نتایج رو نخواد پذیرفت، بحران کشور میره به سوی تشدید بحران. من مطلب دیگری را عرض کنم که ما به این دو تیم گفتیم که اگر شما تاکید دارین، اصرارتان بر است که پست ریاست جمهوری به شما سپرده شود، میشه در یک صورت روش بحث کرد و اویی که ما رئیس جمهوری شبیه به هند یا پاکستان داشته باشیم، از لحاظ صلاحیت‌ها و اینکه فقط یک سمبول باشه، سمبول وحدت ملی، ولی صلاحیت‌های اجرایی همه در اختیار صدر اعظم باشه. اگر شما این شرط برتان قابل قبول است، میشه ما روش بحث کنیم. بله. شما گفتید که تقلب گسترده و بیشرمانه صورت گرفته. قبلا گفته بودید که اگر تقلب صورت بگیره وادار میشوید که به سنگر برید. آیا چنین کار رو میکنید؟ عرض کنم که متاسفانه همواره ما مورد ستم قرار گرفتیم، مظلوم بودیم، همیشه حرفای ما تحریف شده، علیه ما دروغ گفته شده. این هم یکی از مواردش است. ما گفتیم که بیاین از انتخابات وسیله برای حل بحران بسازیم، تقلب نکنیم، برای مردم تمکین و احترام داشته باشیم، نتایج بپذیریم، از انتخابات وسیله برای حل بحران بسازیم، تجارب تلخ و خونی گذشته را تکرار نکنیم و مردم از انتخاب ایران پشیمان نکنیم. و اگر شما رای مسالمت آمیز تغییر را، رای انتخابات را، احترام برای مردم را منتخب بسازین، نتیجه نتا، در اون صورت مردم مجبور میشن راه دیگری را انتخاب کنند. آقای حکمتیار، من حرفایی که شما در نشست انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی گفتید رو خودم شنیدم.